سلام، ما الان میخوایم انجام ماکرو رو داخل اکسل به شما آموزش بدیم. ماکرو برای اینکه ما هر سری اگه یه جدول یا یه سری اطلاعات رو نیاز داریم هر سری اون رو وارد نکنیم و اون رو ذخیره داشته باشیم و با استفاده از یک کلید برای ما ساخته بشه برای انجام عملیات تکراری. اول از همه ما صفحه‌مون رو راستچین میکنیم، بعد زبانی ویو و قسمت ماکرو گزینه ریکورد ماکرو رو میزنیم که کاری که داریم میکنیم و جدول میکشیم و اطلاعاتی که وارد میکنیم رو برای ما سیو کنیم. ریکورد رو میزنیم. اینجا یه قسمتی میاد که اولش ماکرو نیمه که میتونیم یه اسمی براش بذاریم. بعدش اینه که نشون میده چه سبک اطلاعاتی رو میخوایم بذاریم. بعدش این سری توضیحاته. اینجا هم که شورتکات کیه که میتونیم یه کلیدی براش بذاریم که با استفاده از همون اطلاعات ما بیاد. من میذارم کنترل ام و اوکی رو میزنم. حالا ما باید الان یه جدولی بسازیم که حالا ما برای نمونه نام و نمره سری دانش آموز میذاریم. اول اینجا رو مرج میکنیم. حالا ما یه جدول اطلاعات کوچیک درست کردیم. جدولمون که ساختیم روی این سلکت میکنیم و از زبانی ویو و ماکرو استوب ریکوردینگ رو میزنیم. بعد اینکه استوب رو زدیم یه شیت جدید ایجاد میکنیم و داخل شیت جدیدمون اون شورتکات کی که گذاشتیم رو میزنیم که مثلا من گذاشته بودم کنترل ام و کنترل ام رو که بزنم اون جدولی که ساخته بودم اینجا برام میاد.